آقا ما جدید و قدیم تیم‌های فوتبالی رو با هم دیگه بررسی کردیم. الان اومدیم سراغ رپرها. هر کدوم از این رپرها قدیمش بهتر بود یا جدیدش بهتره؟ برو بریم سراغش. اولی رضا پیشرو. خب اصولا همه کریرش من دوست داشتم، همه جاش، من نمیتونم بگم همه دورانش. مورد بعدی امیر تتلو. ببین همیشه فوق‌العاده بود امیر تتلو، ولی من جدیدش رو یه ذره بیشتر دوست دارم. بعدی سروشیچ که 100% قدیمش، پدر رپ فارسی 100% قدیمش. مورد بعدی یاس کلا این 2 سال یه ترک نمیده، من میگم جدیدش. بعدی حسین هم قدیمش بیشتر ترک میداد. و مورد آخر بهرام هم قدیمش، کلا همه چی قدیمیش بهتر بود. شما هم نظراتتون رو حتما توی کامنت های همین ویدیو برام بفرستید.